ما کسانی داریم که دنیا اصلا بین دو تا قدمشون بود. میگه حضرت عمر نبود؟ دو ابرقدرت جهان اون روز زیر دو تا قدم عمر بود رضی الله عنه. چقدر از ترس خدا گریه میکرد. وقتی به نماز می ایستاد قرآن میخوند بیهوش میشد، تو نماز میافتاد. مسئولیت داره. تو کوچه های مدینه قدم میزد نصف شب چه خبره، من مسئول اینام. نه که غارتگری، چپاولگری، دزدی حمله بکنه امنیت رو از مردم بگیره، آرامش رو از مردم بگیره. تا اینکه یکی از شبها دید که داخل مدینه مشکلی نبود، رفت خارج از مدینه دید که یک چراغ روشنه، به طرف چراغ دوید. وقتی رفت که یک زنی با چند تا بچه خردسال نشستن، یه دیگی رو آتش گذاشته، بچه‌ها دارن گریه میکنن، مادرشون هم یه چوبی تو اون ده دیگ داره میاره، حالا که سرکی کشید تو دیگ که غیر از 4 تکه سنگ و یک آب جوش که داره قلقل میکنه هیچ چیزی نیست. گفت داستان چیه؟ به اون مادر بچه‌ها گفت ما هر چی میکشیم از این عمر میکشیم، خلیفه ماست، بهش میگن امیرالمومنین، خلیفة المسلمین، بیخ گوش ماست، خودش سیر خوابیده، ما اینطوری داریم بچه‌ها از گرسنگی سنگ دارن میجوشونن که اینا سرگرم بشن و بالاخره همینجور خوابالود بشن و به خواب برن. عمر مثل که یه شوکی برش وارد بشه، سری دوید رفت بیت المال و یک کیسه گندمی گرفت یا آردی گرفت رو دوشش گذاشت، رو کول خودش گذاشت. یکی همراهش بود گفت امیرالمومنین بذار تا من. شما این کیسه رو کولت میذاری؟ گفت دهن کرد. آیا روز قیامت شما گناه عمر رو به دوش میکشید؟ طرف ساکت شد. من مقصر بودم که اینا دارن گریه میکنن. برد اونجا اون آرده رو خمیر کرد، شانه گرفت و بالاخره نان پخت و اون زنه گفت حالا برادر خیلی ممنون بسه حالا. گفت نه، من میخوام همینطوری که گریهشون دیدم، حالا نمیفهمه که این امیرالمومنین عمره. اون زنه میخوام خنده هاشون هم ببینم بعد برم. بالاخره لقمه دهان بچه هم کرد و شاد شدن. بعد رفت. وقتی پشت کرد که بره، زنه گفت کاش که شما امیرالمومنین بودید، خلیفه مسلمان ها بودید به جای عمر. این خلافت زیبنده شماست نه عمر. مگر میتونه کسی دیگه غیر از عمر باشه؟